سال اگریپی با دست رو دادم. خب اینا کار دیگه ایتا کاری باشه که امتا یه خونه اگ معمولی ما ایتا خیلی قشنگ هم نماییم. همینه اگه بریم ما بگیری دیگه باشه به این پولی که شما دادین به کل اگه کم بیایه من بالیو میگذارم به شما خونی میگیرم که ایتو به زندگی خود کیف کنی. پس به کجا دیگه؟ ماشاءالله با شهری میشه. دیوم از این باجه جو اینا اگ تال هیچ جور ندیده. کی؟ این عجب گول مر میگم ها بابا این کاکا جان این گردنم بند باشه سر از این ماس میش معلوم پیدا نمیشه. دروغ میگه بابا این کار میکنه خود به شهر من میرم به شهر بلدم 5 سال پیش نمونده میشتم مقبول را رفتم. حالا فرق نمیکنه هر کدوم بریم فرق نمیکنه. من طول شهر ندیدم از خود دیگه که امیر جنجلاکی بودم طول ندیدم. من با زودی پس میایم. پس میایم. باجه جو دست عجیبم دستتونه هیچ چیله نمی کنی دیگه اینا که من دیگه از تو مهم باز دیگه تا نشه گومن استشه چرا گریه میکنی؟ گریه نه که باز میایم. پس میایم با خاطر تو گریه نمیکنم ما خاطری که شو خاله عمه خسر منه. خیره گریه نکن چوب کن نوروز جو گریه نکن تو رو به شهر ببرم برای تو بیترین باسکلی هم میستونم ساعت تو تیر میشه دیگه گریه چری میکنی؟ برای من میخری شو خاله. ها دیگه یک پولی برای بده تو هم میخره ها یک پولی بده دیگه میریم. بابا به شهر بیای به تو پول میدم که نقد نه خوبه. با تو نگفتی کارو گداهایه. این کنه دیگه چکار کنم دیگه آنی بعد بابا خیر بینی. خب بریم دیگه بریم خداحافظ دیگه بریم خوش خداحافظ آمدید. شما خداحافظ خدا خیر خوش بیاره. آمدید. برو بابا جو برو دیگه خداحافظ برو بخیر بریم خوش آمده. برای نه با بیاین گنگه میتر ازیعتی رو به گنگه شاله که ماه بپره ما به شهر ایراد میریم بخیر کلی کتا بی هم میره. خوش آمدید. خداحافظ میرم. خداحافظ خوش آمدید. نمیشم. برو بابا برو که برو یک بیسته بده. خوش آمدید. عجب گل دیار برو. نمایه. نه خوش آمدید. برو بابا برو خداحافظ شما خداحافظ خوش آمدید. خداحافظ خوش آمدید آی دو زلفانت بود تاری ربابم ها دلارم ای چی میخواییم از این حال خرابم ای جان محبوب ای نوروز تو کو با ما سر یاری نداری. بابا من اینجا گایم بله کاکا کجایی؟ آره اینجا پیش اینجا شیشتیم نه تو زمین سیکو کاکا دیگه تو زمین من چی خود ما با آسمون چی کار میکنم؟ کفتری بود دعوا. خب کفتری بود کفتر بولشرمی. کجا بودی؟ ها؟ کجا بودی؟ لب چشمه. لب چشمه بودی؟ ها دیگه خب کاری کردی کاکا جان همین باجی شما امروز 2 روز میشه نمو جنگ خبری عطاری پلو شما به خیالم که خگنینی که نه تو آدم نیه حقیقت لستکی تو آدم نیه به خیلی خوشی که بریم به شهر و ما قول و وعدگی داد گفت اگه به تو باسکلی هم میخرم. آنه زن مشکی بی زن چکی بی زن بله من خود من نمیفهمم بگه خود جوزی کی نمیشون بله نفهمیدم الو تیاریم خیریتیم جانجور ساعت ما های شو ای گوشی از شو زن کاکا خوشی منه شما کینیم بله چینه کاکایی مگه من فرادم خب فراد به ولد کی ماما شیردل من بده باجی منه بده که گپ زنم باشه گپ میزنم شما تو بده دست شما نمیشنم ما بیتر گپ میزنم خب چی گپ میزنی گپ زن من نوروزم ای که شما را تا کوچه بیاوردم به سر آوردم من نوروزم چای مینو نخوردیم خودیم چی میگه؟ نه بابا
عجب گل کجایم بچه کاکا خوشومه؟ بچه کاکا خوشومه میشه دیگه بچه شما؟ بچه کاکا خوشومه میشه. چه کاری میشه؟ عجب گل میشه. عجب گل بگو بابا تردیشه میشه که نوروز یاد کرده به کجا یک بوسی تا تلفن بده. پیش شما نوش جانی به شهر رفته دیگه. شیر پیاره تو بگو، شیر پیاره تو. جا خوبیه میگه به 2,45,000 روپیه به شما سرای گرفتم. خب دیگه چی میگی دیگه؟ پولا دگر بگم پولا دگر بیاره. نه پولا دیگه با چی کار داره که بیاره؟ حال شما خود سرار بگرفتین چی میگین؟ امرو میایین؟ امرو میگم بیایین. خود تیار موتاری هم بگو بگیریم. نه رضا پاشا خوبه چشم دلجام و نادلجام باشین. همه تیار میکنیم. آخو آن ماما میگه رضا پاشا رو بگیریم تیار کنه آماده کنی که ما میایم امرو که رضا پاشا شما رو ببریم. چی میگی؟ فقط تیار کدم و جمع کدیم معطل و موتاره. شما چراغا روشن کنیم امروز عروسی داریم. گنگ همون تو بچینه که همه جاشه. سگو همه جاشه همه. بگی بیرم بچین. همه تو بچین اگه تو بالی هم بچین. برم آسه برو بچین. بکش تمر هرچه بار سنگینی دستم میدم. بسا کدگم آسه بیاره. چنگنی خلاص شو. چی؟ باره بابا نمیفهمم تو چی میگی؟ نگون سایکو کجیکی ایت نشده دیگه کجیکی که باز اونجا به خیلی خوشی که به ایراد هنه انال مایم به خیلی خوشی متر تکمیل شده بریم به خیلی خوشی به ایراد. باز به تو میگم کجیکی بیا که بریم امروز جمعه خودی هم میگم با پارکا بریم به گشتگرد بریم باز اونجا بگی نه من به حرف تو نمیکنم که اگه باز به حرف من نکنی دیگه میفهمید دیگه پاچی از ما شما حقیقت رستکی خواهش میکنم من خیلی میدیگه میگم تو هم یک دو نظمی به سران ور نداشته که بیاییم تا موتر بگذاری. برو دیگه خودتو ببرم. آخه 7 لک پیشکشتی بودن و 1 لک ندادی تو اینجا بشیشت خود از این درد دل میکنی. برو گپ و مف نازی برو که گردن ما بند باشه امو زر بعد مستو میای که چی برو باره بابا کس اصلا دل خوش نداره. مدام این برو تو مزای ما میشه تو دائم این کارا خود میکنی. خوبه این نزباددار کنیم خیلی خوشی خدا کنه. و فهمیدی که اگه باز برفتیم اینجا باز گفتم که کی مثلا برین که اونجا وقت چیزه گشتن که مثلا امرو بعد بریم با پارکا بریم باز بگی نه بابا چیکار فلان که اگه ایتش طلا خورمستونو اونجا بابا با پارکا بریم گم نمیشیم. نه بابا گم چی میشیم؟ تلفن‌های اونجا تلفن داره قرار تلفن با خود تلفن میخریم موبایل بخریم برای که دیگه زنگ میزنه منه دیگه ایرقه با فهمیدی؟ به شهر میگن خیلی شلوغه. های؟ شلوغه خیلی. شلوغ نیه گردن بعدش که میتونه گلی کسی بگم بار که پیار تو بیام بار پیار تو بیام ماما بار کن برو بابا تو هم خوده که برو همه گنگم مدام ماما زایم بریم بیا عجب گلچر اینا نمادا. ما چه خبر دارم بابا؟ بیاییم دیگه چیکار میکنی؟ نه خب بیاییم دیگه که روز شوم کدی. برو دیگه تر آمده گره بیبی کاکا جان با کجا بشونیم بیبی؟ بابا ایتا بیایم از این وقت پشت موتر بیایم دیگه این بردر می بردره. بیا بیبی مادر شما میگم ما به جلو میشونم. خب بیایی به جلو بشینیم بیایی بابا بیبی پیش موترمون میگم نه بابا پیش موترمون چی کار داره بشینه؟ یه خود داره واسه کنم آخه بابا من سرچرخامشم نکوز است در سنو بکتر دم سرانی میفته که از اینجا بریم برو بخیر خداحافظ.
اگر دوست دارید برنامه زنگ تفریح و بقیه برنامه‌های شبکه تلویزیون تابان را بیشتر بیننده باشید، به صفحه رسمی یوتیوب ما سری بزنید و صفحه ما را سابسکرایب کنید تا یکی از جدیدترین ویدیوهای ما هم باخبر شوید. در بخش سوم برنامه دوربین مخفی داریم، با هم می‌بینیم. دوربین مخفی مزورات ما طرف تلویزیون دیگر بخشش باشه. نه فیلم بازی نکنیم. بگید خود لالا اینا پاس بار کنه. باشه. آبار خدا نگهدار. خدا حافظ. همین لالا نبود. مگه لالا شما صبح از میدون با بیاورده پیدا از دار نبوده؟ بله؟ همین صبح از میدون با بیاورده پیدا نبوده شما؟ کی؟ همین کرتا همین کرتا مالتا سیبا مالتا مالتا ما سیر و جلاوتر خریدالده مالتا رو ما بگیم دیگه ماما جان عبدالله با هم خریدالده چرا شما لالا جان برای ما آشنایه؟ حاجی عبدالله بگو که اینجیگاهه همین ایناه تو بریم پیش حاجی عبدالله باش بیا خودش حاجی عبدالله چکار کنیم بازم چرا شما باور ما برای ما آشنایه شما مرا اولین بار میبینید ولی من اصلا برای شما میگردم نه فرار من رئیس برای ما گفت برو پیدا کنید رئیس جای که لالا جان ما اینجا میدوندار از منه حاجی عبدالله ما تو پول نقد نخریم بارا بفهمیدی به بدون سیبا از یک میدان بار از پیش برای ریگما بفهمدی پیار ریگما ما از همون سه فاکتور دیگه همه پوری من نقده فاکتورا کسی تو نیست فاکتورا کسی تو نیست از این فاکتورا نشون میده بازار کاغذ داره بازار این کاغذ از این کاغذ داره کاغذ داره بازار مالتی که اینا کاغذ نداره نه داره دیگه این همین مالته قربان شما شما خدا نکنه بله رئیس پیدا کردیم اینا پیدا کردیم ولی طرف پیدا کردیم آره شما متعرف بیاره من مامو بیام میکنم بله بله هنو پیدا کردیم طرفه همه سیب و مالتا هم از خود مونه رئیس مکو به شما دروغ نمیگم بیاین بخیر بیاین باش بگذار نه اینا که بیان نبره اینا باش بیا ماما جگر ما پول نقل بخریم برا لالا جان پول نقل بخری پیش ما آدم بوده پول نداری دیگه کی؟ همینا خنده نکنه خنده نداره بگذار تری جاش ماما وردار بگذار پای بگذار اینا تو رئیس میای وردار که باید بیا سر کله ما تو بگردم رئیس بگذار ماما جگر بشه کیه بره بسو جاده لالا جان نه جان بلار نمیشناسم بیا یک دیگه همه تو ما بیدونی میبریم بیتا نه چی همه پول داده خریده پول داده لالا جان از ما بوده اونا برای ما آدم پول دادی تو ندادی برای من پول یا خدا تو کردم چهار جلوتر این محترم بس شرخ حاجی عبدالله آردم جا گفت که اساسیت هفته دیرتر هم خواه گفت اول گفت بیرو کنه که سر بامنه که 4 روز او جامو اندیوال دارم باره با عوضومه ما کرتا خود ما اینا سفارش بدیم اینا برای ما میارم اینا تا پای ارسلانه تو کرتا میبارد کجا میبارد تا کرتا میبارد یک کرتا تاتی جدا دارم ما جگر خربانی تو سار
چیکاره؟ کارم نبا. مینه صدا کو مینه او جد رو زنگ به جا بگو نه رو یک دقیقه چیکاره؟ خودی ما بالا پولی نفت میخواد خوبه نبا کچلو تو برای ما کچلو خوبه باشه خود تو نبا هر من چیزا نگرزار کچلو بی پوله دیگه بیازو خیر بینید با کچلو بهتر باشه غیر قیدل نباشه کچلو خوبه باشه برو کم نکنیم دیگه خیر بینید به خاطر از این لالا گفتیم خیر بینیم خب این رو از هر چرخی قراره که ما 4 کیلو کچلو برداریم امرو قرار بوده که هر چرخی کچلو یه مدت نظری 4 کیلو نظری درسته بابا بله نه تنها چرخ شما نیه که تنها چرخ شما باشه از تمام چرخ ما میته 4 کیلو برداشتیم کچلو سالا برداشته بودیم درسته بابا ها؟ بله خیلی این کار کنه نیواتشتی برا رو ما طرف کم کم رسیدیم به پایان برنامه این هفته. امیدوارم از داشته‌های امشبمان لذت برده باشید. نگفتن همانه که شما میتوانید نظریات، پیشنهادات، انتقادات و سوژه های جالبی که دارید به شماره تماسی که اکنون در زیرنویس تلویزیون های شما قرار دارد با ما در جریان بگذارید. و همچنین عزیزانی که با پیامک های زیبا و جالب خود برنامه ما را جالب میسازند میتوانند پیامک های خود را در زیرنویس تلویزیون مشاهده کنند. تا برنامه بعد و دیدار بعد که من نصر احمد رسا با سایر از همکارانم در خدمت شما قرار میگیرم، شما را خداوند یکتا و بی‌همتا میسپارم. شب روز شما خوش، خداوند یار و نگهدار شما. من به این منطقه یک باجه دارم. باجه من باجه دارم 4 تا نه خنده مرگ تو بگیرم مرگی نه خنده مامو نه خنده چی میگه؟ نه بابا اسم موضوع چیه که حیات ما برفته؟ عجب گل